تیرهایم واژگان است و کمانم پارسی است. این زبان رودکی و مولوی و حافظ است، گنگ اگر من خواب دیدم ترجمانم پارسی است. دوست دارم مولوی وار این زبان شمس را، این زبان شعر و منطق در دهانم پارسی است. من اورانوس مصمم، عضو انجمن فرهنگی سخن هستم. ما اینجا گرد هم آمده ایم تا درباره ادبیات معاصر افغانستان سخن بگوییم و بشنویم. افغانستان امروز، خراسان دیروز و آریانای کهن، سرزمین مهر و معرفت، علم و آزادگی، قلم و قیام، مهد و شعر و شعر و شور و عشق است و همچنان باقی خواهد ماند. این سرزمین که گهواره پرورش چهره‌های برجسته ادبیات بوده، با وجود سالها سوختن در آتش جنگ، هرگز اجازه نداده که پرچم پر افتخار ادب و فرهنگش پایین بیاید. ما در شرایط ادبیات معاصر افغانستان را مورد بررسی قرار می‌دهیم که صدها شاعر، نویسنده و اهل قلم چی در دل سختی‌های وطن و چی در غربت همچنان می‌نویسند و می‌آفرینند. افغانستان عزیز در طول تاریخ نگین درخشان در آسمان معرفت، شجاعت و سخنوری بوده است. بسیار دوست دارم از این دیار عشق و دلاوری بیشتر سخن بگویم، اما بهتر از رشته سخن را به جناب آقای ظهور مظهر، مسئول انجمن فرهنگی سخن، بسپارم تا ایشان با حضور در جایگاه هم در مورد انجمن